سلام به همگی، من عاطفه‌ام. اومدم بهتون بگم چجوری با موی اینقدر کوتاه که حتی توی کشم نمیاد یه دمبستی با موندگاری بالای یه هفته داشته باشیم. برای شو لایه به لایه مو رو برمی‌داریم، اسپری هارد می‌زنیم طوری که خیس بشه مو و با شونه پوش به سمت بالا خیلی سفت شونه می‌کشیم. راز این مدل اینه که وقتی لایه به لایه نازک مو رو خیس کنید و بعد اجازه بدید خشک بشه، دستتون رو که بردارید مو همینجوری توی ریشه خشک شده میمونه و حتی موهای کوتاه پسرانتون هم با این تکنیک جمع میشه. موتون رو ببندید، بعد خیلی سفت و محکم ببافیدش. بعد از که بافید با یه روبان ساده هر رنگی که دوست دارید روی بافتتون رو کامل و خیلی سفت و محکم کاور کنید که هیچ نقطه‌ای از مو معلوم نباشه. به این دلیل از روبان استفاده میکنم چون میخوام از چسب حرارتی و چسبوندن مو اضافه به دنبستیم استفاده کنم و چسب حرارتی از روبان رد نمیشه و به موی من آسیبی نمیرسه. بنابراین از پایین ترین قسمت دنبستی شروع میکنم، چسب حرارتی رو به روبان میزنم و موی اضافه رو بهش میچسبونم. نکته طلایی اینجاست که باید موهاتون رو لایه به لایه و کاملا بدون فاصله بپیچید و بیایید به سمت بالا که اگر فاصله بین لایه هاتون باشه و از چسب استفاده کنید روبان استرایتون کاملا مشخص میشه. بنابراین یادتون نره کاملا چسبیده به هم دیگه باشه. تا لایه آخر چسب بزنید و با تیکه آخر موهاتون دور دنبسبیتون رو کاور کنید که دنبسبی شیک و تمیز و خوشگل داشته باشید. با موندگاری بالای 1 هفته دنبسبی شما آماده است. خوش بگذره.